زنان خودنما و نیم برهنه که تن و توش خود به نمایش میبراره، شما زنان گمراه گشته از دین و مذهب دوره، خودتون به مردم اروپا مانند کردگی. شما فراموش کردگین که در خانه مسلمان به دنیا آمدگین، فرهنگ مردم غیر دین را ریکلام میکنین. این کار بسیار زشت بوده. آیا همان مردم اروپا فرهنگ ما مسلمانان را در بین خودشان ریکلام میکنن؟ هرگز نه. اما شما شرمنده ها برای فاسد کردن ملت مسلمانی تاجیک ای حد گذشتین. حیف گریه های پیامبر. پیامبر خدا درود خداوند بر او باد میفرماید زنی که خود را آرام میدهد و به مردم نشان میدهد مثل زنی زناکار است. شما زنهایی که هر روز بدن لوچ خود را به مردم نشان میدهید، ای کسانی که حیات خود را در اینترنت با یک بی‌شرمی نشان میدهید، آیا از پروردگار نمیترسید؟ الله حرام کرده است زنا و هر چیزی که به آن نزدیک میبرد. شما خود را بازار هوس‌های مردم کرده اید. شرم نمیدارید از خدایی که هر لحظه شما را میبیند؟ بدانید روز قیامت همین نوارها به مقابل شما شهادت میدهد. خودتان به آتش نپرتایید، به الله توبه کنید تا حال دیر نشده است.